شرح و توضیح و آموزش نکته‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی برای بیشتر گردیدن دستاوردها و نشاندهنده‌ها زمینه مساعد فراهم می‌آورد. با این مقصد در کالج طبی ناحیه باباجان غفورов با ابتکار سود ولایت سوخت همایش وابسته به آموزش پیام راهنماساز پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اینچنین مسائل‌های مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم، جنایت‌های کیبری، زورآوری در عائله، جنایت‌های خصوصیت کورپسیونی داشته معاملات غیرقانونی واسطه‌های نشادار برگزار گردید. در کار همایش سودیه‌های سودی ولایت سوخت آموزگاران و دانشجویان کالج اشتراک نموده دایر به موضوعهای تروریسم و اکستریمیسم پدیده نامطلوب اجتماعی، پیشگیری جنایت و جنایتکاری میان نابالغان و جوانان و 35 سال استقلال تاجیکستان در آستانه مرحله رشد سخنرانی نمودند. ضمن برآمدها تاکید گردید که پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچون حجت مهم استراتژی سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان را معین نموده برای رشد استوار اقتصادی، بلند برداشتن سطح زندگی مردم و تحکیم حفظ اجتماعی زمینه می‌گذارد. قید کرده شد که پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که 16 دکبر سال 2025 ارائه گردید اهمیت مهم اجتماعی و اقتصادی داشته در آن مسائل‌های استفاده ثمرناک ذخیره‌های ملی و تامین رشد باثبات کشور مورد توجه خاص قرار گرفتند. گفته شد که بلند برداشتن معرفت حقوقی و سیاسی، تقویت حسی وطن‌دوستی و خودشناسی، ارزگذاری به تاریخ و فرهنگ ملی، آموزش زبان‌های خارجی و گسترش جهانبینی علمی میان جوانان از مسائل‌های مهم زمان معاصر به شمار می‌رود. 35 سال استقلالیت برای تاجیکستان دوره تشکل، آزمایش و خودشناسی ملی محسوب می‌یابد. از لحظه به دست آوردن استقلالیت در سال 1991 تا امروز کشور راهی پرپیچ‌وتاب را طی نموده از یک جامعه گرفتار بحران به دولت استوار و رو به رشد تبدیل یافته است. امروز در آستانه مرحله نوی رشد تاجیکستان به تجربه اندوخته، ذخیره‌های موجوده و سیاست دوراندیشانه به سوی آینده باز هم درخشان قدم می‌گذارد. سرور دولت توانستند با اراده قوی و سیاست خیرتمندانه کشور را از ورطه نابودی نجات داده زمینه صلح و وحدت ملی را فراهم سازند. محض همین صلح و ثبات پایه اساسی همه دستاوردهای منبعده کشور گردید. در زمینه تاکیدهای پیوسته سرور دولت هر یک فرد خودشناس ملت را ضرور است که برای بلند برداشتن سطح سواد و معرفت‌ناکی مردم و در نوبت اول نورسان و جوانان، تقویت حس ملی، وطن‌دوستی و وطنپروری، هویت ملی، ارزگذاری به آموزش زبان، تاریخ و فرهنگ باستانی تاجیکان، اینچنین استفاده درست تلفن‌های موبیلی و شبکه‌های اجتماعی سهمگذار باشد. آموزش پیام پیشوای معظم ملت که همساله به مردم شریف تاجیکستان در سمت سیاست داخلی و خارجی کشور برگزار می‌گردد. نکته‌های مهم پیام به سهم دانشجویان آموزگاران رسانده شد. جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای صاحب استقلال است که ما در این فضای صلح و ثبات زندگی کرده هستیم. وظیفه اساسی ما پیش از همه همین است که در تامین صلح و ثبات به واسطه خدمت ارزنده خودمون رسانیم. خدمت ارزنده ما چی بوده میتونه؟ یعنی که باید که ما دانشجویان را در روحیه وطن دوستی، در روحیه دوست داشتن هر یک پارچه خاک وطن عزیز خودمون بیشتر ترغیب و تشویق کنیم که تا اینکه آینده همین پایداری صلح و ثبات به سهم ارزنده خودشون رسونند. در مجموع دستور و سپارش‌هایی که در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وابسته به سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری ارائه گردیدند، دورنمای فعالیت تمام ساکنان مملکت بوده ما را وادار می‌سازد که زیر توجه و هدایت‌های پیشوای ملت تدبیرهای مهم را جهت تطبیق ثمرناک هدف‌های سازنده عملی نماییم.